سرای 12 کاشانی. سرای کاشانی جزو زیباترین سرای بازار تاریخی عراق است که بنای اون به سفارش بانی سر آقای کاشانی از تجار بنام عراق و توسط معمار استاد محمد علی یزدی ساخته شده. این سرای شامل یک تیمچه و محوطه روباز و یک حیاط مرکزی است و فضای بالغ بر 2500 متر مربع را شامل می شود. تیمچه در 2 طبقه ساخته شده و سقف آن به صورت طاق‌های زیبای آجوری اجرا شده که به چشمه‌های زیبا ختم میشه. در این قسمت تزئینات چشم‌نواز یزدی بندی وجود دارد که در مرکز این شکل نهایتاً آرایی به کار رفته به یک شمسه و یک نورگیر در میان آن ختم می شود و در طول روز نور تیمچه از این نورگیر تأمین می شود.